کردی که 2 بار تکرار شده رو پیدا کنی. اگه پیداش کردی داخل کامنت ها بهم بگو و حتما ویدیو رو هم لایک کن. ماینکرافت میتونه قبل از بسته شدن این دروازه به اکبر برسه. نفر اول که خودمم و فکر کنم بتونم برسم، نه نشد اصلا. بعد یه دونه گربه است که 100% میرسه. آره رسید به اکبر. نفر بعدی این خره که داره تلاششو میکنه اما نرسید. البته هیچ ایرادی نداره چون که این خر به اشتهای یه شبک رسیده. بعدی خرگوش رزمی شکله که به سادگی میتونه برسه. مامان جانم یه 50 تومن پول داری بهم قرض بدی؟ من تا جایی میخوام برم بیام، گفتم پول تو جیبم باشه. پول؟ آره دارم. دست درد نکنه. برگشتم بهت پس میدم. باشه نداره. سلام مامان اومدی؟ سلام عزیزم خوبی؟ بابا یه سوال، رونالدو بهترین بازیکن زمان شما بوده؟ هی دخترم، زمان ما بازیکن خوب خیلی زیاد بود. مسی، نیمار، رونالدو برزیلی، رونالدینیو و همین رونالدو. بابا بهترین حرکتی که زده رو یادت میاد؟ نمیشه گفت، آخه رونالدو حرکت خفن خیلی زیاد داشته. قیچی برگردونش مقابل بوفون، راکت وحشتناکش جلوی آرسنال. پول پیکر گرفتار شدید؟ اصلا وحشت نکنید. شما فقط کافی از این ترفند ساده استفاده کنید تا کمتر از 10 ثانیه از اون بالا برید. این مرد با استفاده از قانون فیزیک و دویدن در یک چرخه مارپیچ و افزایش سرعت اساساً گرانش رو دور زد و بالا اومد. تو چند دور خوندی؟ من 8 دور خوندم. من بار 9. من فقط 4 دور خوندم. احمق مگه نمیگم بیبی خش دست من، چرا میبری؟ بیبی خش دست منه، چرا میبری؟ کدوم گازو اول میزنی؟ 1 2 3. من معمولا گوشه میخوام. 1 آره من دور انتخاب میکنم. اول صد دیگه نمیریزه از اون وسطش. از گوشه هم بخوری نمیریزه. شاید برید نه. پیتزا 1 2 3. قطعا 1 کسی میخوره. نه پیتزا میخوره. حتی 2 کسی 2 بخوره. یعنی 1 2 3. 1 2 هم خوبه که. البته ببین 1 اگه اول بخوری خانه خیلی الان توی زندانم، بریان دل بریانم، چشم انتظار سندی، زیاد پیشم بخندی، حالم خراب هر شب، رد چیزی رو دستم،